یک میستریه که یک میستری خیلی خوب و مشهور است باید معلومات خود بفروشه. یک بولانی فروشی که یک بولانی فروش مشهور است باید معلومات خود بفروشه. همچنین یوتیوبرها، ببینین یوتیوبی که در افغانستان آغاز شد بیشتر ما وقت خود میفروشیم به جای اینکه که معلومات خود بفروشیم. چرا اکثریت ما ایده نداریم؟ اکثریت ما اصلا نمیفهمیم چرا یوتیوب ساختیم. اگر تو میخوای یک یوتیوبر خوب باشی اول باید ببینی که مردم به چی ضرورت داره، بر اساس ضرورت اونا تو معلوماتت بفروشی. من یک مثال خیلی خوب هستم، دکتر شکیب چینل است و فقط واضح است که من دکتر هستم و کل مسائلی که شما در اینجا میبینین در مورد طبابت است، در مورد مغز شماست، در مورد صحت فیزیکی و روانی شماست. پس من متخصص یک بخش هستم و او معلومات خودم میفروشم. پس این راه دوم است که شما میتونین پیسه دار شوین. راه سوم، شما یک خدمات داشته باشین یا هم یک پروداکت باید داشته باشین. حال خدمات یا یک پروداکت چی معنی؟ مثلا یک کلینیک میسازی، در او کلینیک مریضا میآیه تو برش خدمات میدی، در بدل خدمات پول به دست میاری. یا میری یک شامپو میسازی، مثلا من همیشه این مثال میتونم. من یکی از دوستا دارم که یکی از کمپانی نوشابه باب داره و این کمپانی هیچ وقت مشهور نمیشد و این گفت که من برش یک اعلان جور میکنم و اعلانش شکلی بود که فلان انرژی هم قبل از غذا هم بعد از غذا و اینمی شعارش ایره مشهور ساخت. حال بحث ما روی او آدم نیست، بحث ما است که این یک پروداکت داره که سر مردم بفروشه. اینی وقت خودم بفروشه، نه معلومات خودم بفروشه، بلکه یک پروداکت یا یک تولید خودم بفروشه. پس هر زمانی که تو میخوای تجارت کنی و هر زمانی که تو میخوای پیسه دار شوی، از خود باید پرسان کنی که چی را میفروشی؟ وقتت هم میفروشی، معلوماتت هم میفروشی یا پروداکتت هم میفروشی؟